سلام شما شنونده عزیز. امروز برای شما یک بررسی دقیق و موشکافانه داریم درباره مفهومی به نام حلقه کل. این مفهوم توی منبعی که برامون فرستادید معرفی شده، یه اطلاعیه رسمی از آکادمی طاهری مربوط به مکتب عرفان کیهانی حلقه. این اطلاعیه هم جدیده، مال اواخر آگوست 2024، یعنی همین شهریور 1403 خودمون منتشر شده. خب هدفمون اینه که با هم بفهمیم این حلقه کل دقیقاً چی هست، چرا اینقدر توی این مکتب اهمیت پیدا کرده و خب چه معنایی داره برای اونایی که توی این مسیر هستن، همونایی که بهشون میگن معرفت پژوه. منبعمون هم که گفتیم یه اطلاعیه رسمیه، پس نگاهمون به اطلاعاتیه که توی همین متن اومده. جالبه که اطلاعیه با یه بیت شعر شروع میشه: سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این